فرزندان مسلمان خدایا همتی بیدار عطا کن که علم دنیایی را از خود کنند و تا عالم اسلام از ذلت و خاری در نزد کافرها خلاص کنند. جوانای خوب، شرمندگی که امروز بالای عالم اسلام است که هر مؤمنی حقیقی از خجالت اشک می‌ریزد. خوانید، علم زمانوی را از خود کنید، علم کامپیوتر را از خود کنید، کیمیک شوید، فیزیک شوید، مهندس شوید. نگذارد که اسلام در نزد دشمنای خدا خار و ذلیل باشد. پدرای عزیز، فرزندایی که شما دارید کدامش استعدادناک است، کدامش ذهن خوب دارد، برای باسواس کردن آن، برای خواندن آن چقدر خراجات لازم شود صرف کنید، اونها را خوانانید تا اینکه آینده برای ملت، برای خلق، برای دولت تاجیکستان و برای اسلام خدمت کنند. باور کنید جوانای خوب، هلاک امت اسلام در جهل است. خدا رحمت کند پادشاههای قدیمه، خدا رحمت کند علماها و مفسرهای قدیمه، مانند شماری زیاده که در علم فقه کتاب تالیف کردند. اگر اونها در علم شیمی و فیزیک و بیولوژی اینقدر تالیف میکردند درباره و مشغول میشدند، امروز عالم اسلام دستنگر یک مش یهودی ها نمیشود. بنابر علم دین دنیا نیست، علم دنیا هم علم خدا هست. والله فیزیک ها و خیمیک هایی که برای اسلام خدمت میکنن برابر مفسرها در پیشگاه خدا قدر و مرتبه دارند وقتی که نمازش میخوانند. جوانای خوب، خوانید، این علم میراث شماست، این علم میراث پیغمبر شما هست. پروردگار اولین بار پیغمبر ما را خواندند امر کرد، نه یهودی ها را، نه اروپایی ها را. اما امروز ما دستگیری اونها هستیم. پروردگار شما را جوانای خوب همت اتیت کی برای خلاص کردن عالم اسلام و مسلمان ها از ذلت کوشش بخرج دهید. السلام علیکم. ایشان محترم، من یک خانمی می باشم از ریان قرغان تپه و از خداوند سلامتی شما را همیشه طلب دارم و می خواهم که شما چون چراغ تابان برای ما همیشه باشید و راه دین را برای ما بندگان روشن نمایید. و سوال دارم که از راه دور برای شنیدن آن آمدم. شوهرم 4 سال شده است که بررسی رفته است، اما به من و فرزندانم یگان بار هم پول روان نمی کند. وقتی که پدر من از دنیا گذشت قصورم آمد، به جای همدردی بیان کردن با من گفت که تو را به جای بچه هم طلاق کردم، رو شوهر دیگر کن. آیا این از نظر اسلام درست است؟ ولی من شوهر خودم را انتظارم، شوهر کردن نمی خواهم و می خواهم فرزندانم پیرو اسلام باشند. اما دستی نارسا دارم، از شما دعا طلب دارم برای فرزندانم، یک خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، اولا پروردگار شوهر شما را ناموس عطا فرماید که یاد شما و فرزندانش کند. من از این منبر رسول اکرم برای تمام جوانهایی که در شهرهای رستی خدمت میکنند، برای کار و بار رفتند خطاب میکنم. جوانای عزیز، در خانه شما را همسراتان انتظار است، در خانه شما را فرزنداتان انتظار است. شما نباید با مشغول شدن به فاحشگی، با مشغول شدن معیشت با زنهای افلاسی بدین همسرای خود فراموش کنید. این جوان مردی نیست، این بیناموسی است، این دیوسی است. خدایا شما را انصاف ادیت کی خدمتی که در آن عذاب میکشید برای خاطر نفقی اهل و عیالتان باشد، نه برای عیاشی، نه برای فاحشگیتان. و دیگر خواهر عزیز، با آن سخنی که
قصور شما گفته است شما طلاق نمی شوید، زیرا که طلاق شما در اختیار شوهر شماست. اگر شوهر با پدرش اجازت دهد که از جانب من همسر من را طلاق کن، آن وقت میتواند پدر چیلینش طلاق کند. و الا اگر شوهر شما از این خبر نداشته باشد، با این سخن قصورتان شما طلاق نمی شوید. انشاءالله در انتظار شوهرتان باشید. امید دارم که شاید این صدای من روز او شده بود و باز ناموسی انسانیش و ناموسی جوان مردش به جوش بیاد و به یاد شما شود و به سراغ شما بیاد. خواهر عزیز خدا شما را نگه دارد و فرزندای شما را عمر دراز و تنی صحت و اهل علم گرداند.